لبيك بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد سلام و درود و رحمت بیکران الهی بر شما حاجیان و بر شما افرادی که حج رو خداوند نصیبتون کرده. قبلا ها رفته بودید حج، بر شما که امسال حاجی میشید، و بر شما عزیزانی که قلبهاتون کعبه محبت و طاعت هست و شوق حج دلتون رو پر کرده، چشماتون اشکبار است از اینی که این فرصت نصیبتون نشده، اما بشارت باد بر همه‌تون که همه‌تون بهشتی هستید و همه‌تون رحمت الهی شامل حالتون میشه، چرا که شما افرادی رو فرستادید به حج و اینها پیش خدا عزیزند. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. بهشت اجر و پاداش چی است؟ صاحب حجی مبرور، کسی که حجش مورد قبول درگاه خداوند باشه. ما عبادتی که میکنیم، این عبادت ها 3 جزء داره. یک قسمتی از عبادت همون شکل و قیافه عبادت هست، شیوهی که ما نماز ادا میکنیم، ایستادنمون، رکوع رفتنمون، سجدهمون، حجمون، احرام پوشیدنمون، طوافمون، سعیمون، به منی رفتنمون، به عرفات رفتنمون، اینو شکل و قیافه حج هست. یه مورد دیگه هست که اون قلب حج هست، اون چیزی که به قلب، حضور قلب چقدر مهمه. شکل و قیافه در ایجاد حضور قلب نقش داره، اما حضور قلب مهمتره. حضور قلب اینه که من با این عبادت تفاعل نشون بدم، با این عبادت عشق بورزم، به این عبادت از عبادتم لذت ببرم، بدونم که چی دارم میکنم. این برنامه لبیک ما میخواد این قلب رو به حرکت در بیاره، تو قلب بدونه که چی کار میکنه. چون که انسان از عبادتش چقدر باشه، اونقدر که حضور قلب داشته باشه. از نمازت به اندازه که حضور قلب داری نمازت قبوله، بقیه‌اش هیچی. بعضی از افراد از نمازشون نصفشو دارن، بعضیاشون 2/3 دارن، بعضیاشون 1/3 دارن، بعضیاشون 1/10 دارن، بقیه‌اش همش ضایع شد و رفت. چرا؟ چون که حضور قلبش همین قلب بود. در کنار حضور قلب چی هست؟ که این حضور قلب پله است که من برسم به چی؟ اثر عبادت. تأثیر عبادت، میزان حضور قلب در اون خیلی مهم هست که اثر این عبادت بر من چی هست. اگه من عبادتم فقط شکل و قیافه بود، حجش فقط همون مناسک رو انجام دادم، حضور قلبم نبود، تأثیری بر من نداشت، این حج نیست. باید اثر عبادت مهم باشه، چون که من بندم. این رو باید در خودم، در ذهنم سیستماتیک برنامه ریزی کنم که من بندم. الله هست و بنده. رب هست و بنده. پس من که چون بنده ام باید ادای وظیفه بندگی کنم، کمال خضوع و خشوع و پرهیزکاری و راز و نیاز و همه اینا رو در جای خودم بذارم، نشون بدم که من بنده ام و پیرو فرمان خدا. مگه عزیزان ازدواج چیز خوبی نیست؟ مگه دین ما به تأکید کرات و مرات بر ازدواج تشویق نداره؟ مگه نظافت جزئی از دین ما نیست؟ شطر ایمان مگه نیست؟ نظافت، نمیدونم شکل خودمون رو خوشگل کنیم، موهامون رو شیگل کنیم، مگه از دین نیست؟ مگه نه اینکه خداوند زیباست و از زیبایی خوشش میاد؟ اینا رو انجام میدیم، همه اینا عبادت هست. ازدواجمون عبادت هست، خواستگاریمون عبادت هست، نمیدونم نظافتمون عبادت هست، ناخن گرفتنمون عبادت هست، همه اینا عبادته. اما وقتی اومدیم حج، همون خدایی که اینها رو عبادت قرار داده به ما امر کرده که نه، اینجا دیگه ممنوع، همه اینا احرام پوشیدی، همه اینا حرام. چشم خدایا، امر شماست، طاعت و فرمان شماست، من بنده ام. حالا که من بنده ام، خداوند به من میگه که آهای بندم، بیا
بیا تا به تو شرف بدم، به تو مکانت بدم، تو رو عزیزت کنم پیش خودم، تو صاحب قدر و مکانت بشی و من بنده میگم لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. و میرم به سوی خدام تا خداوند به من این رتبه بندگی رو نصیبم کنه. خداوند گفت بیا، گفتم لبیک، اومدم تا بشم عزیز خدا. عزیز خدا که شدم میشم بنده خدا. پیامبر خدا وقتی که خداوند میخواد رتبه و مکانت بهترین مکانت پیامبر رو به ما نشون میده، میفرمان سبحان الذی اسری بعبده. سبحان و پاک هست و منزه خداوند، تسبیح الهی رو باید به جا آورد. اون خدایی که بندهش رو به اسرا برد، بندهش رو پیش خودش برد، به معراج برد. این بنده رو وقتی خداوند از ملائکه هم بالاتر برد، اون مکانت عالی رو داد، این به خاطر شرف بندگی بود. حالا من بنده اومدم به حج. در این حج ارکانی رو خداوند متعال برای حج گذاشته. ارکان حج چی هست؟ خیلی مهمه در حج. آقا ارکان حج احرام هست، طواف هست، سعی هست، عرفه هست. عرفه. ببینید عبادت هایی که خداوند قرار میده، بعضی از عبادت ها بسته هست به زمان خاصی، جای خاص نداره، زمان خاص داره. رمضان وقت خاصی داره، اما هر جا میشه روزه گرفت. تو آفریقا هم میشه روزه گرفت، تو آسیا هم روزه میگرفت، تو اقیانوسیه هم روزه میگرفتیم، تو دریا هم میتونیم روزه بگیریم، تو خشکی هم روزه میگیریم، بالای کوه هم روزه میگیریم، هر جا دلمون خواست روزه میگیریم. زمان رمضان باید روزه میگیریم هر جا باشیم. نماز وقت داره، سر وقتش نماز میخونیم، هر جا میتونیم نماز بخونیم. دیگه نه یا بگو آقا ما تو تهران مسجد نداریم، کجا آقا خونه هاتون رو مسجد کنید، بهانه نداریم. مسجد آقا اگر شیطون نمیذاره شما یه مسجد تو 1.5 میلیون موحد تهرانی یه مسجد داشته باشید، نه داشته باشید. آقا 1.5 میلیون چقدر خونه دارید؟ 200,000 خونه دارید، 200,000 خونه تون رو 200,000 مسجد کنید. هر جا میتونید نماز بخونید، تو خیابونا نماز جماعت بخونید، تو پارکا نماز جماعت بخونید، هر جا دلتون خواست نماز جماعت بخونید. خب وقت داره، جاش نداره، هر جا خواستید. عمره جا داره، وقت نداره. عمره کجاست؟ آقا میایم کعبۃ الله مکه مکرمه عمره میکنیم. چه کی بیایم؟ هر وقت دلتون خواست بیاد. شب عمره کنید، روز عمره کنید، امسال عمره کنید، فرسال عمره کنید، تو دیما عمره کنید، تو نمیدونم محرم عمره، هر چی وقتی دلتون خواست. خب حج چی؟ حج یه عبادت ویژه است، وقت داره، جا داره. در این وقت، در این جا، در این وقت، در اینجا اومدی، جایزه رو گرفتی. عرفه مهمترین رکن حج هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید الحج عرفه. اگر انسان اومد حج کرد، عرفه اومد، یعنی حاجی هستا. از طرف اومد عرفه، بعد از عرفه وفات کرد، نه طوافش کرده بود نه سعیش کرده بود، آقا این حاجیه. عرفه مهمه، جاش هم مهمه، وقتش هم مهمه. جاش هم تعیین شده است، وقتش هم تعیین شده است. اسمش هست روز جایزه، یکی از اسمای عرفه هست روز جایزه. انگار که خداوند متعال به من بنده میگه ای بنده من، در روز 9 ذوالحجه اگر اومدی اینجا، من ازت درگذشتم، بخشیدمت. اینجا جای دریافت جایزه هست. مکان عرفات در روز عرفه جای دریافت جایزه هست. خدای من اومدم عرفات، عبادتش چیه؟ عرفات جناب نه عبادت خاصی براش اومده، نه روزه خاصی داره، نه نمیدونم ذکر و عبادت خاصی داره، نه نماز ویژه‌ای داره، هیچ. همه چیز طبق معمول و روال عادی خودش پیش میره. من اومدم اینجا چیکار کنم؟ خب میل خودت، ذکر کن، عبادت کن، طاعت کن، برای دیگران ذکر کن، برای عبادت، برای دیگران دعا کن، برای مسلمونا در هر جا دعا کن، برای خویشات دعا کن، برای گذشته ها، برای آیندگاه، برای میل خودت.
اینجا اومدی برای دریافت جایزه اومدی. اینجا اومدی برای چی؟ دریافت جایزه اومدی. من آقا حرکت کردم صبح روز 9 ذوالحجه، اومدم از منی حرکت کردم اومدم به عرفه. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نماز صبح فجر روز 9 رو در مسجد خیف میخوندن، حرکت میکردن میومدن به عرفه. نماز ظهر و عصر رو قبل از عرفه میخوندن، وارد عرفه میشدن. حالا من هر وقتی رسیدم نماز فجرمو خوندم با خیال راحت آرام آرام ملان ملان اومدم به عرفه رسیدم. هر وقت رسیدم اینجا اومدم برای دریافت جایزه. عرفه اسم این کوه نیست، این کوه اسمش کوه رحمت هست. کوه رحمت این کوه، اینجا جای رحمته. اسم این میدان واسع عرفه است. حالا اومدم روی کوه، نیومدم تو این میدان، تو مشخص است اونجا تابلوها زده است که آقا این محوطه عرفه است، من باید در این چارچوبه در این محوطه باشم. در این محوطه اومدم موندم، اینجا جایزه رو دریافت میکنم. روز عرفه روز جایزه است. اینجا مسجد نمره هست. مسجد نمره البته نصفش تو عرفات هست و نصفش خارج از عرفات. وقتی من اومدم داخل عرفه باید اون قسمتی باشم که داخل عرفه هست. اینجا نماز میخونم، نمیدونم خطبه روز عرفه رو میشنوم، دور بودم نشنیدم، هر جا که هستم در این میدان نمازمو میخونم، عبادتمو میکنم، ذکرمو میکنم. هیچ عبادت خاص ویژه‌ای برای عرفه نیست. اینجا اومدم که حجم مبرور باشه و حج مبرور جزاش بهشته. و در این روز عرفه روزی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمان هیچ روزی نیست که خداوند متعال به اندازه روز عرفه بنده هایش رو آزاد کنه، از آتش جهنم رهایی بده و اونها رو ببخشه. روز عرفه روز دریافت جایزه است. آقا من اومدم اینجا تا جایزم که بهشت باشه، حج مبرور باشه رو از خدام دریافت کنم. اومدم به عرفات، اومدم، حاجی‌ها اومدند، همه مؤمنان در عرفات هستند، تمام عالم اسلام در عرفات هست. ما افرادی رو به نیابت خودمون اونجا فرستادیم، بقیه دلمون رو فرستادیم، عشقمون رو فرستادیم، هممون تو عرفات هستیم و با اهل عرفات همگام. روز عرفه برای تمام مؤمنان مگر مهمانان خانه خدا سنت هست که ما همه روزه میگیریم و چه اجری داره روزه عرفه. این امسال رو هم گناهش رو خداوند میبخشه، سال آینده رو هم پیشقسط داریم پیش خدامون با روز عرفه. چقدر این روز بزرگی هست، این روزی که خداوند متعال در این روز از همه روزهای سال بیشتر انسانها رو میبخشه و از آتش جهنم نجات میده. هیچ خداوند متعال نزدیک میشه و به فرشتگان فخر میکنه، به فرشتگان فخر میپوشه. برای همین انسانها میگه که ببینید ای فرشتگان، ببینید بنده های منو ببینید، ما اراده ها اولا. اینو فکر میکنه اینجا چیا اومدن؟ اینو اومدن برای درخواست جایزه، اینو اومدن برای دریافت جایزه. انظروا الی عبادی هؤلاء، بنگرید شما ای فرشته‌ها، نگاه کنید به این بنده های من، جاونی شوسن غبرن، دست و پاشون رو ببینید، شکل و قیافه‌شون رو ببینید، همشون پر خاکن، همشون ببینید چقدر خسته و کوفتن. همه اینا اومدن، خداوند داره افتخار میکنه به اینا، خداوند داره به اینا مینازه. اینا اومدن اینجا شکل و قیافه‌شون رو ببینید فرشته‌ها، نگاهشون کنید، خاک و موهاشون و خستگی‌هاشون و مسافرن، لباساشون رو ببینید. اینا رو اومدن اینجا
چی میخوان؟ اونی اینجا اومدن چی میخوان؟ میخوان از من یرجون جنتی، از من بهشتو میخوان، دادم بهشون. یرجون رحمتی، دادم بهشون. یخافون عذابی، از عذاب من، از عقاب من میترسن. اصلا اینا رو عذاب نمیکنم. ای فرشتا یادتون نره ولم یرونی، اینا همه این حکایت هست که من خدا رو اینا ندیدن. فکیف اذا رأونی، اگه منو میدیدن چی میشد؟ اینایی که منو ندیدن اینطور شیفته منن، اینطور عبادت من رو میکنن، اینطور خاکسارن، اینطور خودشون رو بنده من کردن. اگر اینها گناهایشون مثل شنای روی زمین باشه، مثل سنگریزه ها باشه، میبخشمشون، بخشیدشون. اگر گناهایشون مثل قطره به عدد قطره ها یه بارون باشه در طول این خلقت، بخشیدمشون. اگر اینها دریاهای گناه داشته باشن، بخشیدمشون. اینا بندگان من هستند. افیضوا عبادی مغفورا لکم ولمن شفعتم له، بندگان من برید خوش به حالتون، همتون رو بخشیدم و حتی اونایی که شما براشون دعای مغفرت کردید اونا رو هم بخشیدم. شمایی که اومدین اینجا به نیابت از مؤمنان اینجا براشون دعا میکنید، بخشیدمتون. از حاجی ها بخواید که در عرفه براتون دعا کنن. در عرفه اینجا خیلی مهمه. این جا میدونید کجاست؟ این تصویر پشت سر میدونید از کجاست؟ اینجا همون جایی است که خداوند متعال همه ما رو در عالم ارواح، وقتی که خداوند متعال آدم رو خلق کرد و ذریه آدم، همه ما رو اینجا جمع کرد و از ما پرسید الستو بربکم، مگه من پروردگار شما نیستم؟ همه ما گفتیم بلا، بله خدای ما تو پروردگار مایی، شهدنا، ما بر این اقرار میکنیم، شهادت میدیم، گواهیم. ما اینجا اومدیم که دیگه این تجدید عهد و پیمان بکنیم. حاجیایی که رفتن اونجا با عهد و پیمانی که با خداوند بسته بودن عهد و پیمان میکنن که نگن فردای قیامت شهدنا ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین. نشه که بعد از یا بیان ایراد تراشی کنند ما نشد، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل و كنا ذریة من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. خدایا پدرای ما این کاری میکردن، ما هم این کار کردیم، این فرهنگ گذشته نیاکان ما بود و فلان بود. فرهنگ نیاکان تو بود که بری گاف پرستی کنی، قبر پرستی کنی، آتش پرستی کنی، نمیدونم خودت رو ذلیل و خوار کنی و فلان. عزتت کجا رفت؟ بندگیت کجا رفت؟ شرافتت کجا رفت؟ اینه که اینجا میایم عهد و پیمان میکنیم که نه خدای ما هستیم، هممون دعا میکنیم به زبانهای مختلف، به لغتهای مختلف، به شیوه های مختلف. و سامعه الله، و خداونده که ما رو میشنوه، خداونده که همه این دعا رو در این روز چه اتفاقی میفته؟ این روز جایزه گرفتن مؤمناست، روزی که مسلمان ها یعنی چی؟ افرادی اومدن 60 سالن، 40 سالن، 20 سالن، 20 سال، 60 سال، 80 سال. یعنی چی؟ یعنی اینی که شیطان هزینه کرده 80 سال، 90 سال، 60 سال، همه یه ترفندا رو به کار گرفته، این طرف رو گمراه کرده، جهنمیش کرده، گناهاش مثل به عدد قطره‌های بارون گناه داره. دیگه منتظره که بمیره این بره به جهنم، شیطان کیف کنه. اینجا اومده در یک چشم به هم زدن خداوند از همه گناه‌های همه این افراد درگذشت. یعنی چی؟ یعنی این همه زحمت شیطان به باد رفت. واسه همینه که در هیچ وقت شما رو شیطان رو به اندازه روز عرفه ذلیل و خوار نمیبینید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ما رؤی شیطان یوما اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیظ منه فی یوم عرفه. شیطان رو هیچ وقت غیر از روز بدر که دیگه پدرش در اومده بود، روز فرقان بود، غیر از بعد از روز بدر شما هیچ وقت شیطان رو حقیرتر، ذلیلتر، کوچیکتر، عصبانیتر نمیبینید مثل روز عرفه.
برای چی؟ برای این که در روز عرفه احساس میکنه که پدرش در اومد، هیچی براش نموند، همه زحمتاش به هوا رفت و خداوند متعال بندگانش رو بخشید و به اونها جایزه داد و جایزهشون هم بهشت برید.